هون قداریا رادیو ریا تزش موسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر گدارین دلال. رادیو ریا تزه هون دکارن ببین تور اینترنت بوی ناو نشانی. مالپر ریا تزه نقطه کم. ایرو شمیه بیشش کانونیه. قداریا دنگو بحثن ترتیه که بکن. هفسروکی پارتی دموکراتیک یا گلان صلاح الدین دمیرتاش شوا 22 کانون سر خواندن فرمی یا وزارت دروا یا روسیه سردن پایتخت روسیه باجاری مسکو کرد. الگل هفسروکی HDP صلاح الدین دمیرتاش هفسروکی پارتی هرم دموکراتیک کامران یوکسل و برپرسیاری پیوندی دروایی HDP نازمی گور سردن روسیه کردن. روز چهارشنبه 23 کانون وزیر دروا روسیه سرگئی لاوروف و هفسروک HDP صلاح الدین دمیرتاش پیورا جویان سردن صلاح الدین دمیرتاش با روسیه تنی یک روز بردوام کرد و روز پیشم شانده سیاستوانی کرد و گریا ترکیه. دمو گیشتن الموسکوی اندامی شانده و اندامی پارلمانت ترکیه جلیستا HDP نازمی گور جبو آژانس دنگو باسان دابوخیا کرن که افسردن بریو دمکی هاتو بو پلان کرن هر وا کسی نزدیک HDP دانزانین که بریو آلوزید نوبر ترکیه و روسیه رو بدن پروتکولوی سردانش هر دو آلیان دا هاتو بو آمده کرن نازمی گور داخیا کرن که تکچون تکلین ترکیه گل روسیه دا زیانک مزندگینه ترکیه گر هروا گود ترکیه تکلین خال گل جیناران خراب کرنه نابه ترکیه تکلین خال گل ولات کی جینار یمزن و روسیه خراب بکه نازمی گر هیوی کر که بکارن سردن خود هنک تاسیون تکلین خراب بینن خور سرک وزیر ترکیه داوود اوغلو جوینه که دا رخنل سردن دمیرتاش یا روسیه گرد او گود چه با بری دمهان افسردن پیک نهاد چه منها دمکش سدم در بسکرنا ازمانی ترکیه شالی روسیه دا او آلوزید نوبر هر دو ولاتان دهنه افسردن پیک هاد سرک وزیر ترکیه احمد داوود اوغلو هفسروک HDP صلاح الدین دمیرتاش سوچ دار کرد که چو موسکوی اولور انقره شرمزار کرد که فروکا روسی سرسینوری سوریه آنی خواره که ترکیه گل کریزه که دبورینه HDP دچه آلی وانکسان دگره رو رشی و خیانته که دمیرتاش موسکو گود خستنا فروکا روسی کریاره که جفت بو دمیرتاش چهارشنبه گل وزیر دروایی روسیه سرگئی لاوروف رو هفدیت نکربو و رخنل انقره کربو که فروکا روسی گیر کربو جگری هفسروکی پارتی دموکراتیک یا گلان نازمی گور دخیانی که نویسکی برسی و سرک وزیر ترکیه احمد داوود اوغلو دا و گوتن ویبتوندی رد کرد گور گوت شروین داوود اوغلو که گوته بو رو رشی و خیانت که دمیرتاش الموسکوف گوت خستنا فروکه روسی کریاره که جفت بو تجار نای قبول کرن جبر که حکمت AKP جی نه هفده ده حکمت روسی را پیوندیان داینه پیوندین بردوان ین حکمت AKP بروسی را نه خیانت لیدما HDP حکمت روسی هفدیتن که اف دبه خیانت اف هلوست پارادوکسه که گر بالکشان که اف سری دا خستنا فروکا روسیش آلی ترکیه و وکششی که مزنده نرخینن و بوی آوایی دخیانیان دادن هفسروک HDP صلاح الدین دمیرتاش روسیه و گره ترکیه و بالافرخنای آتاتورک استانبولی پرسن روزنامه‌وانان برسیوند و درباره شر و پیوچونان الباجاری باکوری کردستان دا گود جبو آشتی یک گوتن بسه صلاح الدین دمیرتاش درباره شر و پیوچونان الباجاری باکوری کردستان دا وا گود ما چند جاران گوتیه بلا چک بدنگ ببن ام پرسگریکن خواه بریا گوتو بیجان جارا سر بکن bizde kanuni 7-6 leşkerin Türkiye yenko peşter bu novende leşkeri ya başke hatı bunu şandın deri sinori ye İbrahim Halil ya navber Bakur u Başuri Kurdistan'ı da derbaz bun u begeriyan Türkiye. Elgur agayın herva şeva bistiyeki ve mehi artışa Türkiye beşek ştank u çekin khayingran jgundi godadi ve gastın u novende leşkeri ya barmerni navçe amediyip cikirin. هات راگیاندن هیچ هجمارک لشکرین ترکیه نوند لشکری یا گدادی یا گریدای باشه که مانه هات زانین کده چند روزان دا لشکرین ترک نوند لشکری یا باشه که تمامی والا بکن الگور آگاین جروجاوای کردستانی ایوارا سیشمی 22 کانونی هزه که ارتش ترکیش آلی باجاری دیری که سینور درباز کرد و بخواسی 105 متریان چون نو آخا روجاوای کردستانی چوکانیه که تایبت روجاوای کردستانی و راگیاند ev درۆژن ارتش ترکیه سرسینوری روجاوای کردستانی دست بلف و تفگرک تایبت کریه. الگور وان آگاهیان ارتش ترکیه نزدیکی سینوری روجاوای کردستانی لمبر گند سرمساق یا جورین یه سرباجاری دیری که با کمبو و پشترا نزدیکی 105 متریان دربازی نام آخا روجاوای کردستانی بو و سرگره که بناویت الافرید بجیبویه.
الگوری همان جبکانی امورین لشکری ارتش ترکی مجلی چکرنا ریه کنه و ریه کش سینور حتی گری نابوری ودکن. پشتی که هزک ترکیش علی باجاری دیری که در بازی دام آخر جوای کردستانی ببو و نزدیک گندی سرمساخی بجی ببو بیشتری و مهیجی هزک دنیا ارتش ترکیه نزدیک گنده که گریدای باجاری قمشلو بجی بو. سروکی انجمن خاجی یه انکساج رجلات کابوشلو شمدین نبی راگیاند که هزک ترکیه لنبرگند لطفی لرجلات بکوری باجاری قابوشلو در بازی نام آخر جوای کردستانی بویه. سروکی انجمن خاجی لرجلات کابوشلو دست نشان کرد که هزین ارتش ترکی عربیه که بتر و اتومبیل لشکری ین الگرتنا سربازانجی بخورا در باز کردنه و گوت که ابهیز بقاسی 25 مترون در بازی نو آخر جوای کردستانی بویه لسی خالان بجیبون و شخورا نوندک لشکری دانین. قدغه اپراسیون و رفش آلوزی یال حریم کردستانی هین بردوامه. حکومت ترکیه دبیجه اف اپراسیون در جی پکیه. لی کرد دبیجن هزین حکومت سیویل و مدنیان دکشن. تی زانین که AKP افشار پشتی سرکفتن کردان تا بجارتن پارلمانت دا دست بکر. زوردستی هزین ترک الجزیره جی بردوامه. F13 روزن ولاتین جزیره نکارن در کبن وجبر رفش آورته یال جزیره کسک نکاره آلیکاریش بارجی را بکه. تی راگیاندن که حتی نه هجمارا کسین کشتی انجام رفش آلوزی لوی باجاری ندیارن. کسین بریندار نای درمان کرن و دستور نای داین که آمبولانس بریندارن ببن نخوشخانه. دولت ترکیه لنبر خلق باجیر دجواری تودگره. هزین تایبت ین اولکاری دست دانین سر ریوبریا نخوشخانه. کسین بریندار ین پر آواید گینن نخوشخانه جی لشکر نایلن بریندارین وان بین درمان کرن. قدغه السر نسیبینی روژا یانزدان دارابو لی لسور سلوپی جزیر او کربوران قدغین بردوامه. لسوری قدغه دروژا 23 دایه. د پروتستون لنبر قدغه دروژبری خورتکی 16 سالی برگوله پولیسان هات کشتن. 23 کانون جیل سوری خورتک بناوی سرحدگان پیفچونان ده هات کشتن. لی پولیس نیشت که گرسایی مرسیم واره دارخستن. التاقه که سوره دا پیفچون رو دا و پولیسان باوی و بگاز ایسوتان آوید سرکومی. پارلمانتاری هدبی زیاپیر بجداری مرسیما دفن کرنا وی خورتی بو وی دازانین رفش سوری پر خرابه دولت با اقلان توناگره و شرق بی پیوان سرنوچه قدغه ده مشاندن شالیدن و پارلمانتارین هدبیل آمدیل تاخ سوری یکن نه قدغه جالاکیک دان دست بکرن پارلمانتار آمدی سبل یگلتال دا زانین کوان دست بنوبه دکریه و اف جالاکی وی دوام بکه حتی اپراسیون و قدغه بداوی ببه. یک طالب گوت رفش سوری پر خرابه و رونشتان لسوری بتلفونان بانگا هواری دکن. دروژین قدغه دا جزیره ده لسلوپی 12 کساتن کشتن کربوران و نسیبینی جی 4 کساتن کشتن. دخواه پیشاندان آمده جی 3 خورد و زارو کاتن کشتن. دنجام شیر آلوزیون و داوی ین باکوری کردستانی دا 44 زاروک هاتنه کشتن و 52 زاروک جی بریندار بونه. الگور آگاهی سرفرمانداریا ترکیه دنابرا 7 حزیرانی و 30 مجداری دا 767 اندامین هزین اولکاریا ترکیه هاتنه کشتن. هروا الگور همان جبکانی جیه که مجداری حیان نهاجی 37 پولیس و لشکرین ترک پیفچونان دا هاتنه کشتن. پشتی البجارتنین یکی مجداری تایبتی 12 نوچین باکوری کردستانی قدغه چوین هاتنه دست بکر که حیان نهاجی گلک دورن بردوامه. الگور بیورو مافین مروان ترکیه ده 5 مین داویدا دنجام آلوزی و پیفچون الباجارین باکوری کردستانی و هروا اپراسیون ارتش ترکیه دا 44 زاروک هاتنه کشتن و 52 زاروک بریندار بونه. البدلیسا باکوری کردستانی ده شمی 2 لشکر هاتو بون کشتن و 8 لشکر جی بریندار بون. 22 کانون جی لشکر کروی هریمی هات کشتن. پشت را هزین ترکیه دست اپراسیونک برفرکر بون. اپراسیون هزین ترکیه روژا دشمی و لنبری پکیکی بردوان دکه و انجام پیفچونان دا روژا دشمی لشکره که ترکات کشتن و یک جی بریندار بو و 2 گریلاین پکیکی جی شهید کتنه. هروا الگور آگاهی سرفرمانداریا ترکیه دنابر 7 حزیرانی و یکی مجداری 204 پولیس و لشکر هاتنه کشتن. پشتی شهر و پیفچون وی داوی ین باکوری کردستانی سرک وزیر ترکیه احمد داوود اوغلو داوی سال 2015 دا به پارتیا کمری یا گل CHP و پارتیا دموکراتیک یا گلان HDP را وی هفدیتنک پیک بینه. جبر که اف هفدیتن دمکی که شهر و پیفچون باکوری کردستانی زیده نپیکتی گرنگیا وان هفدیتنان زیده دبه و روژ سیوی می وی گوتو بیشن وان دست بکن.
هر وها جبو باکوری کردستانی هفدیتن و هری گرنگ یا HDP را تهدیدن. پسپوری سیاستی درباره وی هفدیتن دبیجن که دی مجرا سرکه راوستاندن شهری باکوری کردستانی به. و هر وها ددن کفشی اف که هر دو نونرین آلیون شیرتین جمعه اف گرنگه هر دو آلیون جی باور ندکر که شهری باجارن اف قصیدریش به و ببکریس دیتنا پسپورین سیاستی و دیده به هر دو آلیون هول بدن که شهر بدن سکناندن و داخوزن بدن نقاش کرن. هفتیو بوری اندومی انجمن سرکاتیو PKK مراد کرایلان روزنامه özgür پولیتیکای را آخوی اول سررفشا باکوری کردستانی و ترکیه داخیانی دا تیدا گفل ترکیه خور او گود اگر دولت ترک خسریو کردان قبول نکه وی چاخی کردجی دینچار بمیننش ترکیه وقتن. هر وها کرایلان درقی شیر آلوزین کل هنک باجار و نوچین باکوری کردستانی دقاوم گود برخدانا که ایرو الجزیر سلوپی و سور و کردستانی تکرن جبو خاطری خسری دموکراتیکه. دولت ترک دبیجه هیزن PKK دا کتن نو باجارن و ام شهریوان دکن لی نوسایه چیمکی هین هیزن ما دانه کتن نو باجارن اگر لازم بو امی ویجی بکن. مراد کرایلان دیار کرد که ترکیه چاوا ستاتوی باشوری کردستانی و مافین کردن ور قبول دکه دوی مافین کردن باکوری کردستانی جی قبول بکه و واه خوی اردوگان و ریوبری AKP ستاتوی باشوری کردستانی قبول دکن قاسی که امزانن دجی سرخابونی جی در ناکهون دوی اجبیر نکن چه مافین 6 میلیون کردن ور هبه 20 میلیون کردن باکوری کردستانی جی خودی همان مافانن. کرایلان هر و آنیزمان که حتی اجالان نی بردان و خواه سریع گلی کرد با کرد نی قبول کرنی تا چاره سریع که ترکیه پیک نوی. آژانس رویترز را گیاندنه که پیوچونین نابرا هیزین اولکاری ین ترک و سرلدوین کرد دیاربکری گرتر دبن پشتی که لشکری که ترک یریشی که بومبایی ده هاته کشتن. رویترز دا زانین که همین یریشی ده هروا 7 کسیندن جبرین دار بون. هیزین اولکاری ین ترک هفتیو بوری بجدربون تانکان و حساران لشکرن اپراسیونه که بفره دست بکره بون پشتی که سر کمر رجب طیب اردوغان گوته بو که اوی کوکا میلیتانان راکن. الگورپزانین پارتیا دموکراتیکیا گلان هری کم 24 سیویل دو اپراسیون دهاتنه کشتن. لی میدیو دولت ترک را گیاندنه که 8 روژین داویدا 6 گریلاین PKK 6 باجارین کردان باشوری رجلات والد هاتنه کشتن. دسپیکو هفتیو بوری در دور ست مالبتن ازیدی ین دویر شنگالی کش بر شری دایشی کچپر ببون بریار دانه وگرن مالین خواه. هات زانین دناف ده روژندن دا در دور 300-400 مالبتندن وگرن شنگالی که خلق نوجه خانه سوری یا شنگالی اوش عشیر دخیا حسن آشورن. هر وها ازدی بانک حکمت دکن که الکتریک و تشتن پیویس جوان را دابین بکن لی بری هر تشتی دخواز اوانه بخوفی و پاراستنی هیه. باجاری شنگالی روژا 12 مجداری ای سال شالی هیزن پیشمرگه و شروان کرد و بالیکاری بالافرین شیرین هیزن هفیمان جدست دایشی هات درخستن. پشتی رزگار کردن نوچه شنگالی یا باشوری کردستانی شالی هیزن پیشمرگه و ده 13 مجدارایی سال دا حکومت هریم کردستانی جبوزانی نظرارین که گیشتن دوری دست پلیکولینه که برفرکر. قایمقام نوچه شنگالی محمد خلیل دخویانی که دا راگیان پشتی رزگار بون شنگالیش دست دایش حیانا 5000 مالبت و گریان باجاری شنگالی و در دورابی درباره زرارین که دایش گیان دی شنگالی محمد خلیل داخیا کرن کمیته و تقمین کردن زرارین شنگالی سر کاری خو بردوامه او درباره زراران دا لیکولینک برفرد دست بکریه. الگور تقمین دست بکی دایش بقاسی 11 میلیارد دلاری زرار گیان دی آبوری یا نوچه دستگین حکومتی و هروا مال و ملکین ولاتیان. قایمقام شنگالی دست نشان کرد که گرک با یک بلس خدمتکاریا پیوست که وان مالبتان ورن دابین کرن که بدگرن شنگالی. دنگ و بحثن جیانه ترکیه جبر یریشن ازمانی لسوری رخنین تند لروسیای دکه. سرکوزیری ترکیه احمد داوطوغلو گوت اپراسیون روسی لسوری بگرانی سیویلان و اپوزیسیون نرم کرنه آرمانج. داوطوغلو جوینه که دا یریشن ازمانی ین روسی ایدلیبی یا بن کنترل سرهلداین شرمزار کرد. روسیه جی ترکیه توانبار دکه که افکاری دایشه دکه و نفت قاچاق جوی کومو تروریست دکه.
هف پیمانی اسلامی یا دژی تروری که وی داوی پیشنگتی عربستانی هاتیه آوکرن PKK و 13 رخصتندن خست ناف لیسته تروری 15 کانون ای سال 33 ولایت اسلامی که پرانیا وان سونین به پیشنگتی عربستانی هف پیمانی بنوی هف پیمانی اسلامی یا دژی تروری پیکانین دنوی هف پیمانی دا ولایت مینا ایران عراق و سوریه که هر سجی شین جینا گرن لی ترکیه جیدگره الگوری روزنامه الوطن یا عربستانی هف پیمانی هون راگیان دیه او تنیل دژی داعش شر ناکن دل دژی همو کومن تروریستی جی شر بکن وان ولایت اسلامی لیسته که تروریجی درخستنه که نوی PKK جی نوی لیسته دایه اجبلی PKK 13 رخصتندنش آلیوان ولایتن وک رخصتن تروریستی هاتنه دست نشان کرن الگور آگاهی شریم افرین یا روجوای کردستان هر دو کومن اسلامیستن تندرف یعنی النصره و احرار الشام براکتان و توپن هوان گندن ایساکا و باسوفانی ینگریدای افرینی تو باران کرنه هات زانین که راکت و توپن چکدارین تندرف هر گندن افرینی کت نخاری و انجام دلگور آگاهی دست پکی تزرار چی نبونه یکی نوین پراستنا گرجی در باری اوان یریشان دا راگیان دیه که هر چه قاسی پگی بوده اپراسیون فت یا الحلبی را رکفتن آگر بستی امضا کرجی لی بلی هر دو کومن چکدار سریریشی خواه بردوانن او آگر بست بم پیکرنه یپگی او ده اپراسیون فتح حلبی پیمانک پیورا امضا کربون الهف کربون که شری نابروان وره سکناندن او آگر بست پشتی یریشن کومن چکدار سرتاخ شیخ مقصود یا کردن حلبی هاتو بو روژاوی یکی ناین پاراستنا گل درباره یریشن کومن چکدار سرکانتون افرینی یا روجوای کردستانی دا دخیانیک دا اگر یریشن کومن چکدار سر افرینی بوی آوایی بردوان بند او نچارد من کپتون دی برسیوی بدن بردف که یه بگل افرینی فراد خلیل راگیان که هنه کومن چکدار یریشن خالی سر افرینی و تاخا شیخ مقصود یا حلبی دومینن او آگر بستی بم پیدکن فراد خلیل گود که اگر یریش بردوان بند و رفش بوی آوایی به شروانین یه بگه دبتون دی برسیوی بدن پشتی روژه کش دست بکرنا اپراسیون رزگار کرنا گندوارین باشوری کوبانی هیزن سوریه دموکراتیک راگیاند که حتی نو هفت گند هاتن رزگار کرن گندن که هاتن رزگار کرن ایون سهارچ آبیدات مروها آلمانسیا و دو گندن بچوک دوروان کشی کرد و عرب دشین بردف که هیزن سوریه دموکراتیک دازانین که اپراسیون وانش دست بکی حتی نها نزدیکی 10 کیلومتر بر بنده و تشرین و مشیانه و هریمن رزگار کری تمامیش چکدارین دایشی هاتن پاکش کرن هر با بالافرین شیر یین کواليسيون نوم التویجی باشداری وی اپراسیون دبن و باوایی که هفکار و بهزن سر اردیرا جین دایشی تو باران دکن هجای گوتنه که چارشم هزین سوریه دموکراتیک راگیان دبو کوی دست اپراسیون که بفره بکه بارمانجا ارزگار کرنا گندن باشوری کوبانی و بنده و تشرینش دست دایشی بردف که وزارت دروا یا چینی هون لی راگیان دی دمک نزیک دا نونرین حکومت سوری و دجبری سوری چینی بجون چین دوان روژن داویه دا هفل داده باوی که دن نزیکی پرزگریکا سوری ببه و اوشی دی رین چرا سرکنا کریز سوری دگره اف یکمین جاره که چین دخوازه حکومت سوری و هزن دجبری الجم خو لسر یک مسایل هف بجوینه سازیو لیبورینا نوودولتی امنستی انترنشنال درپورت خواهی داویه دا روسیا کشتنا ولاتین سیویل و بیران کرنه لسوری و بکارالینا چکن قدغه کری لسوری تومت بار کرد و داخیا کرن که نابرا داویا ایلونا ایسال و داویا میامش داری دا تایبتی پرزگین حمس ایدلیب و حلبی دا انجام یریشن بالافرین روسی دا دست ولاتین سیویل هاتنه کشتن روسیا برسیو تویمتن سازیو لیبورینا نوودولتی امنستی انترنشنال درقی انجام دانا توان شیرل سوریه دا و راگیاند همو تویمتن و پوچ و ببینگین پشتی که امنستی انترنشنال روسیا ویه که تویمت بار کرد کل سوریه توانین شرد که وزارت بروانیا روسیا برسیو و سازیو نوودولتی دا بردف که وزارت بروانیا روسیا راپور امنستی انترنشنال رد کرد و گوت او اگوین که راپوری دهات نگوتن خلط و بیواتانه و بی رایداری روسیه رو آنی زمان که روسیه هری داویل کمپک لشکری دان که هزین ترک الناوی دا چکدارین ترکمن و یدن پرورده دکرن
دارین هجا او بو بشانا دنگ و بحث نفتیه که شهر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاسپوروی هروا نوچین نونتوی جوره که دن هفتیاتی سال 2016 دی سال سروی نوونیشانی بنجام نوچین هفتیه که امی راستی هف بین پیویا رفش آرامی و آشتیل هر 4 پرچین کردستانی دا او ام پیوینه که سال 2016 دا داوی شهر داگرکاری کشتنی و ظلمی واره سر آخو کردستانی و جیانی برنامه نوچین یا رادیوی ریاتزه بهار از ترکی پیشکشی وکر حتی برنامه نو بمینند داو خیر و خوشیه دا